یگانه شرکت هواپیمایی فعال تاجیکستان سامان ایر پروازهای منتظم را از دوشنبه به پایتخت پاکستان شهر اسلام آباد برقرار میکند. خدمات مطبوعات شرکت اظهار اطمینان کرد که اثرگیری پروازها بین دوشنبه و اسلام آباد برای رشد مناسبت‌های دو جانبه دو کشور دوست تکان نو بخشیده برای تعقیب و توسعه همکاری‌های سودمند در بخش‌های فرهنگ، اقتصادی، تجارتی و سیاحی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. پرواز نخستین در خطر دوشنبه اسلام آباد دوشنبه سانحه 27 میون سال 2024 صورت میگیرد و من بعد پروازها رفته روزهای پنجشنبه انجام داده می شوند. طول پرواز 2 ساعت را تشکیل داده پروازهای مستقیم توسط هواپیماهای بوینگ 737-800 و بوینگ 737-900 اجرا می گردند. بعد سال 2019 به علت مشکلات مالیوی همه پروازهایش را قطع کردن شرکت تاجیک ایر، سامان ایر اینک 5 سال باز یگانه شرکت فعال هواپیمایی تاجیکستان به شمار می رود. سامان ایر در حال حاضر از تاجیکستان به آلمان، امارات متحده عرب، ترکیه، چین، هندوستان، عربستان سعودی، ایران، قزاقستان، ازبکستان، گرجستان و به شهرهای گوناگون روسیه و اینک همچنین به پاکستان پروازها انجام می دهد.